فیلم سینمایی مشکل، یک فیلم ترسناک هندی محصول 2019. این فیلم داستان 4 دوست را روایت می‌کند که برای تعطیلات به یونان می‌روند. در آنجا آنها با یک سری حوادث فوق‌العاده خطرناک مواجه می‌شوند که آنها را به وحشت می‌اندازند. آدی و رنا یک زوج جوان هستند که از طریق شبکه‌های اجتماعی با پریا و آرمان آشنا می‌شوند. آنها تصمیم می‌گیرند که برای تعطیلات به یونان بروند و در یک خانه اجاره‌ای در یک روستای کوچک اقامت کنند. در اولین شب اقامت آنها، آدی صدای مرموزی را می‌شنود. او به بیرون می‌رود و با یک مرد مرموز روبرو می‌شود. مرد مرموز به او میگوید که باید از آنجا برود، اما او اطمینان نمی‌کند. در شب‌های بعدی حوادث عجیب و غریب بیشتری رخ می‌دهد. آنها متوجه می‌شوند که